ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی ولایت غور میگوید که کم آبی چالش بزرگی برای اکثر باشندگان این ولایت شده است. به گفته مسئولان این ارگان، مردم در بیشتر قرا و قصبات غور از لحاظ آب زراعتی و آشامیدنی به مشکل مواجهند. مولوی رحمت الله امانی رئیس حوزه فرعی هریرود بالایی ولایت غور میگوید که به منظور بررسی چالش‌های کم آبی از شماری از ولسوالی‌های این ولایت بازدید نموده است. به گفته وی، خشکسالی‌های پیاپی باشندگان غور را در اکثر ولسوالی‌ها به مشکل مواجه ساخته است. یک سفر ما در ولسوالی‌های جنوب غربی ولایت غور داشتیم. مردم محل و منطقه روز متعدد نسبت مشکلات آب آشامیدنی و زراعتی داشتند که بروی راز از ما بعد ما مناطق و محلات از نزدیک می‌دیدیم، با مردم و متنفذین و واقعیت راز ما به خود معلومات می‌کردیم. وقتی ما در مناطق سفر کردیم و منطقه را از نزدیک دیدیم، مشکلات خشکسالی چنانچه در کل جا در کشورهای همسایه در افغانستان در ولایت است و همچنین این مشکلات در قرا و قصبات ولایت غور هم هست. رئیس حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی غور همچنان از پلان‌های امارت اسلامی برای مدیریت بحران کم آبی و خشکسالی خبر می‌دهد. آقای امانی میگوید که امارت اسلامی در نظر دارد تا در سال پیش رو در تمام ولسوالی‌های این ولایت بندهای آبگردان را به منظور مهار و کنترل آب اعمار نماید. رئیس آبیاری ولایت غور میگوید که وزارت انرژی و آب قرار است 15 چکدم را در مناطق مختلف این ولایت ایجاد نماید. ضمن همکاری‌های وزارت محترم آب و انرژی در برابر مشکلات خشکسالی و کم آبی، برای فعلا 15 پروژه چکدم بگویم وزارت آب و انرژی در ولایت غور از طریق ریاست ما داده. گفته نیست که در پی خشکسالی‌های پیاپی و کاهش آب‌های زیرزمینی کم آبی معضل بزرگی برای باشندگان غور شده است و اما پلان‌های مسئولان امارت اسلامی برای بحران این مشکل برای مردم امیدوار کننده است. اسماعیل صفا، رادیو حریت،